مأموره امدادرسانی با آسیب دیدگان آبباریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان ضمن اتهام و ادعا بر روی شهدای رویداد طبیعی آن ولایت که از سوی ولایت پروان تهیه دیده شده بود به آن ولسوالی ارسال گردید. در مراسمی که به اشتراک دگر جنرال عبدالبصیر سالنگی والی پروان، شاولی شاهد معاون مقام ولایت، فضل الرحمن فضیل رئیس محکمه استیناف، مسئولین نظامی و ملکی ادارات دولتی، علما و ده ها تن از شهروندان این ولایت اشتراک ورزیده بود بر روی شهدای حادثه المناک رویدادهای طبیعی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال افغانستان به خصوص لغزش کوه در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان که جان صدها تن را گرفت اتهام و ادعا نموده. پیرامون این موضوع دگر جنرال عبدالبصیر سالنگی والی پروان، رئیس محکمه استیناف شهری و رئیس علمای این ولایت صحبت نمودند. دگر جنرال عبدالبصیر سالنگی والی پروان به خاطر غمشریکی و همدردی به آسیب دیدگان رویداد منطقه آبباریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان، معموله‌ای که از سوی مردم ملکی و نظامی ولایت تهیه شده بود، برای 650 خانواده آسیب دیده وسایل آشپزخانه و البسه خریداری و به آن ولایت ارسال نموده است. رویدادهای طبیعی در ولایات شمال افغانستان خسارات جانی و مالی را در پی داشته است که از آن جمله رویداد ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان در صدر رویدادهای سال 1393 در این کشور قرار گرفته است که حتی توجه جهان را با خود جلب نموده است. از اوایل لغزش کوه در منطقه آبباریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان تا اکنون کمک‌های مالی، غذایی و البسه برای آسیب دیدگان این ولسوالی مساعدت می‌گردد که این بار کمک‌های مردم ولایت پروان به رهبری مقام این ولایت به آن ولسوالی ارسال گردید.